کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که روزهای 4 و 5 نوامبر سال 2022 در قلمرو نویه‌های توبه جمهوری در نواحی کوهی و نزد کوهی ولایت ختلان و نویه‌های درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان باران‌های شدید در نظر داشته شده است. این باران‌ها در بعضی حالت‌ها به برف تر تبدیل می‌شوند. روزهای 3 و 5 نوامبر باران‌های شدید می‌توانند سبب آمدن سیل‌ها، ریزش سنگ در نویه‌های کوهی و نزد کوهی ولایت ختلان، سوخت نویه‌های توبه جمهوری، همچنین قلمرو نویه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان شوند. همچنین در این روزها احتمال بلند شدن سطح آب رودخانه‌های یخسو، قزلسو و دریاهایی که در قسمت جنوبی قطارکوه‌های ایثار جاری می‌شوند گردد. در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به ساکنان و مهمانان کشور مراجعت می‌کند که در این روزها سفرهای خود را با راه‌های کوهی محدود کنند. رفتن به صحراها و دامنک‌ها برای چارواچرانی، غنچین ایزم، انجام کارهای کشاورزی، شکار، ماهیداری مصلحت نیست. کمیته همچنین از رانندگان خواهش می‌کند که هنگام حرکت در راه‌های کوهی هم قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند. کمیته همچنین از اهالی خواهش می‌کند که برای پیشگیری از ورود سیل به حولی و کشتزارها سر وقت سیلراها و جویبارها را از هر گونه خس و خسپاره‌ها تازه کنند.